سلام. تا حالا شده برین رستوران بعد از اینکه غذاتون رو خوردین ندونین با بقیه دست نخورده غذاتون چی کار کنید؟ خب یه راه حلش اینه که غذا رو بسته کنیم ببریم خونمون. اما اگه بعدش خونه نمیرفتیم یا احتمال میده ممکن اون غذا توی یخچال بمونه و خورده نشه چی؟ اون وقت به همین راحتی اجازه میدادیم غذای دست نخورده ما دور ریخته بشه. تا به این فکر کردین که ممکنه این مقدار غذای اضافه یک انسان شریف و نیازمند رو سیر کنه؟ اونم تو شرایطی که سالیانی 35 میلیون تن غذا فقط تو ایران دور ریخته میشه و ما حدود 3 میلیون گرسنه تو کشور داریم. بچهای گروه تیکنیک از شما میخوان که قبل از صرف غذا هر مقداری که فکر میکنید ممکنه اضافه بیاد و بریزین توی ظرف. اسم این ظرف هست ظرف مهربونی که تو همه رستورانی که عضو این کمپین هستن قابل سفارشه. شبها بچهای گروه تیکنیک میان این ظرفا رو تحویل میگیرن و همون شب بین نیازمندهایی که از قبل توسط خیری‌ها شناسایی شده توزیع میکنن. اینطوری هم یک کار خیر انجام شده، هم اسراف نشده. با تیکنیک همراه باشید.